توی 30 ثانیه اینجوری عکس پروفایل حرفه‌ای برای اینستا درست کن، اونم به کمک هوش مصنوعی. وارد این سایت میشید و از قسمت آپلود عکستو آپلود میکنی و تمام. میتونی هر کدومو که دوست داری دانلود کنی و بذاری عکس پروفایلت. خب توی گوگلتون PFP Maker رو سرچ میکنید. دقت کنید همینطور که من نوشتم بنویسید و حتما وارد همین سایت اول pfpmaker.com وارد این سایت میشید. یه مقدار میایم پایین، این قسمت آپلود فوتو، روی این آپلود فوتو کلیک میکنید و عکسی که میخواید باهاش عکس پروفایلتون رو درست کنید اون عکستون رو اینجا آپلود میکنید. یه چند لحظه صبر میکنین، کلا فکر نمیکنم بیشتر از چند ثانیه زمان ببره. صبر میکنیم تا عکسمون آماده بشه. خب همینطور که میبینید کلی به ما عکسای متفاوت با تنوع بی نهایت داده که شما هر کدومو که دوست دارین به نسبت شغلتون میتونید انتخاب کنید. حالا به طور مثال ما یک کدوم از این عکس‌ها رو، مثلا من این عکس رو انتخاب میکنم و نگاه کنید اگر که عکستون جای بدی قرار گرفته باشه میتونید به راحتی این عکس رو از طریق این مربعی که این کادری که دور عکستون هستش میتونید عکستون رو جاشو تغییر بدین، یا اینکه اینجوری از هر سنس بکشین میتونید عکستون رو بزرگ و کوچیک کنید. حالا هر کدوم از این مربع رو بزنید به همون نسبت کوچیک و بزرگ میشه. حالا من عکسم جاش اوکیه و این که میخوام بک‌گراندم رو تغییر بدم. توی قسمت‌های آموزشی که براتون گذاشتم گفتم که رنگ بک‌گراندتون باید نسبت به حوزه کاریتون رنگ سازمانیتون باشه. حالا ما از این قسمت بک‌گراند رو میزنیم. نگاه کنید این پایین رنگی که الان توی عکس ما هست و داره نشون میده. روی کالر میزنیم. این تنوع رنگی هستش که ما میتونیم به نسبت حوزه کاری خودمون انتخاب کنیم. رنگای اول رنگای ساده هست. مثلا من گفتم آموزش اینستا رنگ سازمانیش زرده، مثال زرد رو انتخاب میکنم. یا اینکه میتونید از این پایین رنگایی که اینجوری حالت مف داره میتونید اینا رو انتخاب کنید و تونالیت رنگی بذارید اگر که دوست دارید که تخت نباشه رنگتون. و اینکه به طور مثال من این رنگ رو انتخاب میکنم. این بالا نگاه کنید، این قسمت شما اگر عکستون میخواین دایره ذخیره بشه که هیچی، همین میذارید روی این بمونه و دانلود میکنید. اگر نه روی این کلیک میکنید و نگاه کنید عکستون رو به صورت مربع دانلود میکنید. بعدش که میخواید آپلود کنید توی اینستاتون خودش به طور دایره عکستون آپلود میشه دیگه. حالا اینجا دیگه دست خودتونه هر کدومو که دوست دارید، ولی بهتره که مربع دانلود کنید. و در نهایت از این بالا گزینه دانلود رو میزنید، به راحتی توی گالریتون به این صورت که میبینید ذخیره میشه. هر عکسی که بخواید به همین راحتی میتونید دانلودش کنید. امیدوارم که با این برنامه بتونی یه عکس پروفایل حرفه‌ای برای خودت درست کنی و هر چقدر از این آموزش رضایت داشتی توی کامنت ها برای من نظرتو بنویس و خوشحال میشم که کانالمو سابسکرایب کنی تا یه حمایتی هم از من کرده باشی.